برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است تقدیمتان در بخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز، امروز 14 دکبر با جمع همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته ایم. تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین بیش از 47 کیلومتر دیگری سرحد مشترک میان دو کشور موافقت کردند. از سال نو با نرخ نو خبری از ماه آینده بالا بردن قیمت استفاده برق در تاجیکستان سبب نگرانی ساکنان شده است. من حاضر دارم تریتوری ما زندگی میکنیم واسه همجا سویتا نیستن شبانه 3 ساعت میتیم. و اخراج در 2 دقیقه بیش از 50 مهاجر تاجیک و ازبک ادعا دارند که آنها را غیر قانونی و از روی فریب از روسیه دیپورت کردند. همه را جیغ زده گفت که این کاغذ ها را امضا کنید. ما با نوبت امضا کردیم. تاجیکستان و قرقیزستان بر سر تعیین بیش از 47 کیلومتر دیگری سرحد راضی شدند. در این باره دیوان وزیران قرقیزستان روز 14 دکبر اطلاع داد. خبرگزاری رسمی خاور از قبل کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نیز عین گپ را نوشت. با اطلاع هر دو منبع سازش در نشست گروه‌های توپوگرافی یا مکان‌نگاری تاجیکستان و قرقیزستان به دست آمده است. نشست از 8 تا 14 دکبر در شهر بودکند گذشت. معلوم نیست سرنوشت کدام قطعه‌های بحثی حل شده است و به چه شرط. ملاقات آینده در حدود تاجیکستان برگزار می شود. تاجیکستان با قرقیزستان 980 کیلومتر سرحد دارد و تا این دم زیاده از 600 کیلومتر آن تعیین و نشانه گذاری شده است. در پی نشر قرار حکومت از افزایش ارزش نیروی برق در تاجیکستان و رسانه‌ای شدن این تصمیم، بعضی ساکنان شکایت نمودند که زورشان به پرداخت پول برق نمی‌رسد. ولی مسئولان بخش انرژی تاجیکستان بر این نظرند که چنین تصمیم بر اساس پیشنهاد و توصیه‌های سازمان‌های خارجی از جمله بانک جهانی که یکی از سرمایه‌گذاران مهم به حساب می‌رود گرفته شده است. علیشیر ظریفی و براد یوسفی در این موضوع گزارش دارند. خبری تا 16% بالا رفتن نرخ نیروی برق از اولی سال آینده عبدالرحمن حسنов ساکن ناحیه رودکی را نگران کرده است. نرخ حاضرش سوزای نغزایو نکی مای آدمی کم بیزاده قیمتر می شود. برای که هم نلاک زمین هم سقورته خانه هم یاد پول دادن در کار نلاک دادن در کار. مویسفید عبدالرحمن میگوید 200 سومانی نفقه میگیرد ولی در 3 ماه 400 سومانی حق قوه برق میسپارد. حالا 1 کیلووات ساعت برق نزدیک 27 درم است و از این پس ساکنان مجبور میشوند که برای 1 کیلووات ساعت برق مصرف کرده 30.5 درم پرداخت کنند. برای خلق جبر میشه. 30 تین میشه. هر کارخانه خودش حل میکردگیش بسیار نیکی از اون جمله همین برای خلق یک جبر است. دهات من حاضر دارم تریتوری ما زندگی میکنیم واسه همجا سویتا نیستن شبانه 3 ساعت میتیم. چخیل میشه هم زندگی است. اون مونده همین قدر سومو هست. اشاره بیرون 15 کیلومتر 15 دقیقه راه باشه سوید نیست. خودتان یک بفهمید مونده چقدر گفته و یه نمیتید 3 فرزندم های نیورم های دخترم هم خونشانده سوید نیست. یکی فکر میکنم اگر آبی گرم در همه جا باشد نه تنها در دوشنبه و در قشلاق‌های هم در رگان ناحیه‌های دوردست هم بالا رفتن نرخ قوه برق نه اونقدر تاثیر زیاد میرسونند به بودجه. شبکه‌های تقسیمات برق سبب تصمیم بالا بردن ارزش نیروی برق را چنین شرح داد. طرف‌های عوض نمودن نرخنامه نیروی برق این توصیه بانک جهانی میباشد که به سیستم انرژتیکی کشور سالهای آخر مبلغ گذاری زیاد رو چی کرده ایستند و یکی از طلبات‌های آنها این موقتاً تو یک مهلت معین بلند برداشتن ارزش نیروی برق به حساب می‌رود. تحلیلگران بالا بردن ارزش نیروی برق را برای تاجیکستان ناگزیر می‌دانند. هرچند بر اینند که حکومت تاجیکستان در بالا بردن نرخ برق از احتیاط کار می‌گیرد. برای مثال سال 2020 زمان پاندمیای کرونا ویروس هرچند طبق نقشه سازمان‌های بین‌المللی نرخ برق بالا برده می‌شد، حکومت از این کار دست کشید. مردم به صاحبکاران به کارخانه‌ها
هنوز هم خراجات های تولید و دسترس کردن نیروی برق را روی پوش نمی کند و گاه هم اگر روی پوش کند شرکت از این فایده چندانی به دست نمی بیارد و این در حالی است که شرکت برق تاجیک صدها میلیون سومانی قرضدار است و باید آن را پرداخت کند. моҳи октябри соли гузашта ҳам нархи барқ дар тоҷикистон боло бурда шуд ки тибқи он аҳолӣ барои 1 киловаттсоат нерӯи барқ 26.51 дирам пардохт мекунанд. хабаре аз 1 январ боло рафтани нерӯи барқ дар ҳолест ки ин шабу рӯз сокинони минтақаҳо аз маҳдудияти барқ дар хонаҳояшон шикоят доранд. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. روز 13 دکبر مجلس نمایندگان پالاتای پایینی کنگره آمریکا به تحقیق عملکردهای پرزیدنت جو بایدن رسما اجازه داد. وکیلان جمهوری خواه که در مجلس نمایندگان اکثریت را تشکیل می‌دهند تلاش دارند برای ایمپیچمنت و یا به اصطلاح برکنار نمودن بایدن زمینه پیدا کنند. تفتیش خواهد شد که آیا در جریان همکاری‌های خارجی پسر پرزیدنت هانتر بایدن پدرش جو بایدن هم غیر قانونی فایده گرفته است یا نه. دیروز هانتر بایدن میبایست در جلسه پوشیده مجلس نمایندگان به سوالهای وکیلان پاسخ میداد ولی او به این نشست نرفت. قصر سفید ابراز داشته است که تفتیش بدون مدرک صورت گرفته جلوی سیاسی دارد. 2 دقیقه برای بررسی یک پرونده. دادگاه مسکو مس همین قدر وقت رو برای قبول قرار درباره اخراج مهاجران از ازبکستان و تاجیکستان صرف کرده در 100 دقیقه 50 حکم برآورده است. حالا چند مهاجر تلاش دارند از بالای قرارهای دادگاه شکایت برند. افسانه اکابر شو و طرح میگرانت میدیا در این باره گزارش آماده کردند. 1.5 ماه پیش در شهر میتیشی ولایت مسکو 55 مهاجر را از تاجیکستان و ازبکستان بازداشت کردند. اکثریت آنها در روسیه بدون پتنت کار میکردند. بنابراین همه آنها حکم یکسان گرفتند: اخراج از روسیه و منع ورود تا 5 سال. به گفته این مهاجران مرافعه به طور فوق‌العاده تیز انجام یافته در 2 دقیقه حکم صادر گردید. به تالار اول 20-25 کس را درآورد. هر کدامی از آنها را که حتی 3 دقیقه ننشستند بیرون نموده. ما 20 کس را دعوت کرده پرسید که آیا در روسیه خویش و تبار داریم و یا در روسیه ازدواج کرده ایم. ما گفتیم که نه. بعداً ما را بازپس فرستادند. وکیلان دفاع میگویند در شعبه پلیس و در مرافعه‌های دادگاهی قانون شکنی‌ها جای داشتند. خود مهاجران اصرار می‌ورزند که محتوای حجت‌ها را نفهمیدند و آنها را مجبور کردند که از استفاده خدمت وکیل دفاع و ترجمان دست کشند. من زبان روسی را نمیدانم. او با نوبت همه را جیغ زده گفت که این کاغذها را امضا کنید. آنها به زبان روسی بودند. ما با نوبت امضا کردیم. بعد از آنکه ما را به اداره پلیس بردند 2 روز آنجا ماندیم. در آنجا به ما 20 یا 30 کاغذ داده گفتند که به جایهای اشاره شده امضا گذاریم. وقتی میپرسیدیم که این چیست هیچ جواب نداده گفتند که امضا کن تمام. 5 نفر از این مهاجران تصمیم گرفتند که از بالای حکم شکایت کنند. آنها امیدوارند که با کمک وکیلان دفاع قرار دادگاه بازنگری می شود. به گفته وکیل دفاع نعیم جان دولتوف، مجبور کردن مهاجران برای گذاشتن امضا به حجت‌هایی که آنها محتوایش را سرفهم نمی روند قانون شکنی است. به قول دولتوف در دادگاه باید به مهاجران حقوق آنها برای گرفتن ترجمان و ادوکات فهمانده میشد. وقتی آنها به اداره پلیس آمدند از آنها تلفن‌هایشان را گرفتند. آنها از حقوق تماس با ادوکات و از امکان خبر دادن محروم شدند. دادرس ماهیت کار را ناآموخته به طور اتوماتیک قرار قبول کرد. او باید برای هر یک پرونده نه کمتر از 15 دقیقه صرف نماید. پتنت کاری بعضی از مهاجران بازداشت شده در مسکو داده شده بود. اما طبق قانونگذاری مهاجرت روسیه پتنتی که در پایتخت گرفته شده است به شهروند خارجی حق کار در ولایت مسکو را نمیدهد. برخی از محکوم شدگان تاکید میکنند که چند پیش به روسیه آمدند و برای جمع‌آوری پوره حجت‌ها فرصتی کافی نداشتند. نوبسته از آنکه شهروند خارجی به کدام جنایت دست میزند قانون حقوقهایش را حفظ میکند. از این رو پتنت نداشتن یا از روی پتنتی شهر دیگر کار کردن معنای آن را ندارد که حقوقهایش پایمال شود.
додгоҳи таҷдиди назар парвандаи муҳоҷиронро дигар бора барои баррасӣ фиристод. агар дар рафти баррасии парванда далелҳои поймол кардани ҳуқуқи шаҳрвандони хориҷӣ тасдиқ шавад, имкон дорад ки қарори суди марҳилаи якум бекор карда шавад. гузоришро ҳамкорам Хиромон Бақозода тақдим кард. Бинандагони азиз, ёдовар мешавам ки дирӯз мо дар барномаи ахбор оиди он гузориш доштем ки Думаи давлатии Русия аз пешниҳоди ба ҷарима ва ё корҳои иҷборӣ иваз кардани қарори ихроҷи муҳоҷиронро ҷонибдорӣ намуд. Агар огоҳ набудед, пас метавонед тамошо кунед. шумо барномаи ахбори радиои Озодиро тамошо доред. Дар соли 2015 вақти сарбозони пойгоҳи 201-уми Русия аз Кулоб ба шаҳри Душанбе ва маркази вилояти Хатлон шаҳри Бохтар кӯч бастанд, онҳо назорати як пойгоҳи кайҳонии даврони шӯравиро ҳам ба Тоҷикистон супурданд. Хабарнигор Амон дар минтақаи Кулоб Маҳмудҷон Раҳматзода мегӯяд, ин пойгоҳ ки қарни гузашта ҳарими ҳавоии Иттиҳоди Шӯравиро назорат дошт, ҳоло ба як харобазор табдил ёфтааст. тоҷикон иҷозати даромадан ба ин макони махфиро надоштанд. инҷо то солҳои 2000 нуқтаи барои назорати кайҳонӣ буд. бо вуҷуди қатъи кораш, он то солҳои 2015 дар ихтиёри пойгоҳи 201 Русия буд. акнун як харобазор аст. قطعاً وقتی طلب شناسه یا این شناسه دیگه ندادم ما من هیچ یک معلومات ندارم احتمال که بس کفرین شو کنم بودم گرفتم بودم. هر بینای این مرکز در زیر کوه و از چند طرف به سمت آن راه ساخته شده است. آن در بلندی دهه بادامتوی ناحیه شمس‌الدین شاهین قرار دارد و زمان دستگاه‌هایش با ماهواره پیوست بوده است. از اینجا سربازان دیویزیای 201 روسیه در شهر کلوب خوب استفاده می‌بردند. اما بعد رفتن آنها الکی در اینجا چیزی دیده نمی شود به جز یک خرابه. افسری سابقه‌دار تاجیک میگوید که باید این مرکز نگهداری و به طرف تاجیکستان سپرده میشد. اما باید ما به میدادن که من امروز که مثال اگر وضعیت سرحد ما بهتر میشید یا مثلا یکون عملیات یا یکون چیزای هوایی پرواز میکردگی همونجا مثال در موضوع میرد که یک خوف و خطر مثال برطرف کردن ممکن بود نبودن میگم معلومات هم نبودن یکی باید رو حتما میدادن و خود شد بگیم مال یعنی تاجیکستانی چیزی که در تاجیکستان بود مال تاجیکستان بود ندادن آخری. با گفته سرهنگ بازنشسته عبدالشفیع تاجوف در دوره‌ای که جنگ‌های معاصر با واسطه پهپاد یا درون‌ها انجام می‌گیرد باید این مرکز بازسازی و فعال کرده شود. یک افسر دیگری تاجیک بدون بردن نامش گفت که این مکان رفت و آمد هواپیماها را نظارت می‌کرد و سال 1960 وارد شوروی شدن هواپیمای آمریکایی اودو را آشکار کرده است. آن زمان فرانسیس پایورز از پشاور پاکستان پرواز کرده از این منطقه گذشت و تا ولایت سویرلاوی شوروی رفته بود. بعد از آن که تاجیکستان مرکزی نظارت کیهانی آکنا را در عوض یک قرض زمانی شوروی به اختیار روسیه داد، تجهیزات از آنجا به نارک برده شد. بغیر از آکنا، وزارت دفاع روسیه پایگاه 201 و یک تمرینگاه حربی را در اختیار دارد. مقامات تاجیکستان از درآمدن به پایگاه آکنا محرومند. محمودجان رحمتزاده، آزادی، ناحیه شمس‌الدین شاهین. دوستان عزیز، برنامه امروزی اخبار آزادی را با همین گزارش به پایان میبرم. تشکر از یکایک شما که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتوانید در وبسایتمان azadi.org دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و شبکه ایکس که در گذشته توییتر نام داشت، اینستاگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی در خدمت شما است، میتوانید پیدا کنید. اگر خبر و یا عکس و نوارد دارید برایمان فرستید. تا ملاقات فردا خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.